ما بعد از این میرسیم به تسخیر سفارت آمریکا. بابا این کار من به شما با هر کی خواست بیام مناظره کنیم، تسخیر سفارت آمریکا احمقانه ترین کاری بوده که اتفاق افتاده و حال مهم نیست. یه عده جوان رفتن اونجا گرفتن، 6 ماه قبلش هم کمونیستا گرفته بودن. اتفاق میفته تو همه کشورها، ولی همه کشورها میکنن اینو بیرون. همه کشورها اگه معتقدن اینجا جاسوسی داره میشه در سفارت میبندن، میگن آقا 48 ساعت فرصت دارید ایران رو ترک کنید، قطع رابطه. اما هیچ کشوری نمیاد بگه که این دیپلمات‌ها رو گروگان بگیرید. این یعنی یه اعلام این که من نرم جهانی رو قبول ندارم، اعلام این است که اعلام مبارزه با سازمان ملله. سر چی خب مثلا من میخوام این کار بکنم، تو میخوای همه دنیا رو علیه خود متحد کنی، بعد تو جنگ 8 ساله میگه همه دنیا یه بر بودن ما یه بر بودیم، این افتخاره؟ خب بیا اگه افتخار الانم بیا کار بکن. چرا الان پس با عربستان رابطه میگیری؟ چرا الان ما سعی میکنیم اون دیگه مخالفم نباشه اون نباشه؟ چون آقا این کار منطقی نبوده، این کار صحیح نبوده. این که امام راحل در 13 آبان 58 2 روز بعدش اعلام کردن این انقلاب دوم بود، یک خطای استراتژیک نظام ماست. من که میگم باید آرمانهای انقلاب یک تجدید نظری درش میشه، یعنی این بحث آمریکا ستیزی ما داره نابودمون میکنه و این کار کاملا بی‌بنیانه. بین آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، آلمان فرقی نیست، نه تمدن مادی است. مگه تو میخوای با اینا ازدواج بکنی که نمیدونم این دروغ میگه اون اینطور است؟ تو میخوای با اینا رابطه دیپلماتیک داشته باشی، منافع ملی تو تامین بکنی. کسی الان مثلا اینا با روسیه ارتباط دارن، روسیه مثلا خیلی با معرفت، خیلی جالبه که نه آمریکا اونطور نیست با این بیام. این کسانی که میگن رابطه ما از تسخیر سفارت به هم نخورد، از سال کودتای 32 به هم خورد، من میگم اشتباه میکنید. رابطه ما دقیقاً از تسخیر سفارت به هم خورد. چرا؟ شما از 32 8 سال برید عقب‌تر میرسید به 24. خب سال 1324 روسیه شوروی زمان استالین استان آذربایجان شما، قسمتی از کردستانتون همه رو بلعیده. بعد از جنگ جهانی دوم تفاهم شد، 3 کشور اینجا امضا کردن که بعد از جنگ کشور رو تخلیه کنن. همه تخلیه کردن، شوروی تخلیه نکرد و اون قسمت بالا رو دست جمهوری دموکراتیک پیشه‌وری داد، کمونیستا بود. بله. خب بابا تویی که به خاطر کودتا رگ گردنت کلفت میشه، خب به خاطری که اون میخواد کشورتو ببلعه نباید رگ گردنت کلفت بشه. و اصلا دنیای سیاست که دنیای خاطره ها نیست. آقا ما خاطره بدی داریم از شما در 32، مگه خاطر بازی هست؟ شما همین روسیه سال 62 آقا اسنادش در اومد که حزب توده داشته جاسوسی میکرده، کاملا مسلم شد. همین چند هزار نفر حزب توده رو دستگیر کرد حاکمیت، بعضی‌هاشون اعدام شدن و احکام گرفتن. قشنگ مسلم شد جاسوسی. چرا؟ چون یکی از کارمندان سفارت روسیه در ایران، کوزیکچی، رفت پناهنده شد به انگلیس، اونجا اطلاعات داد که ما تو ایران بودیم جاسوسی میکردیم، اینا رابطه ها بودن، اینا پخش کردن، هر گرفتن. توی حزب توده منحل شده. کسی از سفارت روسیه رفت بالا؟ مگه نمیگید اینجا جاسوس خونه بوده؟ اون که شما از سفارت آمریکا رو گرفتید یه جاسوس دستگیر نکردید. جاسوس دو طرفه است. اگه این آمریکایی داره جاسوس میکنه، یه ایرانی هم داره بهش خبر میبره دیگه. یک نفر به اونها جاسوسی دستگیر نشد. او عباس امیر انتظام بدبختم که سخنگوی دولت بود، آقای بازرگان گفت هر مذاکره کرده من به عهده میگیرم. الکی انداختن زندان که بی کس نباشه ماجرا. بعدش هم خود بازپرس شما درش حلالیت طلبید. تصور کنید یه اتفاقی افتاده به عنوان انقلاب دوم، این غلط بوده. آقای صادق خرازی، من تو کانالم گذاشتم میره، میاد میگه که به نظر من مهمترین عامل جنگ 8 ساله تسخیر سفارت بود. میگه خیلی هم از من به ناراحت خواهند شد، ولی من تحلیلم اینه، واقعیت هم این هست. شما ببینید شاه تو خاطرات که اش منتشر شده چند جا میگه این بسیا هر وقت بتونن با حمله میکنن. بس حکومت قبل از حزب بعث حکومتی است که با شاه این پیمان بغداد رو امضا کردن و با هم پیمان هستن، خیلی رابطه خوبی دارن.
حزب بعث که میاد سر کار کاملا همه چی به هم میرسه. تو حالا من بخوام بگم طولانی میشه، ولی شاه چند جا این تصریح میکنه که حزب بعث بتونه ما حمله کنه. چرا حمله نمیکنه؟ خاطر اینکه موازنه رو حفظ کرده. اگه حزب بعث حمله میکرد همون کاری که در کویت سرش اومد بعدن صدام در ایران سرش میومد، همه کشورها متحد میشن مینداختنش با تیپا. کویت کشور کوچولو بود، نه ارتشی نه چیزی، عراق اومد گرفتش در چند ساعت. خب بعد متحد شدن، با خفت عراق ریختن بیرون و پایه‌ریزی انحلال برچیده شدن خود صدام هم شد. من یه چیزی براتون این وسط بگم که ببینید شاه در این زمینه بهتر از ما عمل کرد. موازنه رو حفظ کرد. صدام جرأت حمله نمی‌کرد. تو خاطرات اسدالله علم هست. میگه ما با شاه تعطیلات زمستانی بودیم، مثلا سال 1148 احتمالاً. در سوئیس. شاه هر سال 2 ماه میرفته سوئیس اسکی سواری و گشت و گذار اینا. و خود علم هم میگه من بهش همیشه معترض بودم. تو 2 ماه مملکت ترک می‌کنی. ولی ببین چه ثباتی اینجا حاکم شده بوده. میگه ما اونجا که بودیم یه روز دیدم که یه شب دیدم که بدون اطلاع من آجودانی کسی بوده رفته با شاه ارتباط گرفته، در حالی که راهش این بود که اگه میخوان مثلا خبر منو بیدار کنن به من اطلاع بدن. میگه پرسیدم چه خبر، چطور شده؟ گفتن که خود شاه گفته بود که این خبر اگه اومد به من اطلاع بده. بعد خود اسدالله علم میگه ما متوجه شدیم که اون شب کودتا شده در علیه حزب بعث. ایران پشت کودتا بود و شاه اون شب خیلی استرس داشت که این کودتا کشف شده بود. آره کشف شده و به نتیجه نرسید. ولی میخوام بگم نگاه کن، شاه تعطیلات زمستانش رو نیمه کاره نمیگذاره و ایران اونجا پشت کودتا از صدام جرئت نمیکنه نگاه کج به ایران بکنه. خب ما اومدیم تو تسخیر سفارت آمریکا رو که حامیمون بود تبدیل کردیم، تحقیرش کردیم، زدیم تو دهنش، زیر پا لید میکنیم، پرچمش رو کشتیم رو زمین، روش راه رفتیم. آقای خمینی گفتن که شیطان بزرگی، همین شعارا کردیم، همین کاری کردیم 44 سال میکنیم. آمریکا که حامی ما بود و در این دنیا ما نباید برای خودمون معارض بتراشیم. قدرت اول اقتصادی دنیا رو، قدرت اول نظامی دنیا رو اومدیم کردیم دشمن خودمون. در حقیقت خودمون رو کردیم کیسه بوکس اون. آقا بزن تمرین کن رو ما. این شد وضعیت ما. از ما شعار دادن، از اونم تمرین کردن روی ما. از دبستان شروع کردیم شعار دادن و مرگ بر آمریکا. یعنی از همین سال 13 آبان 58 از همین زمان شروع میشه. بعد هر سال روز 13 آبان روز چیچی آمریکا، انگار یک کار خیلی هنگفتی انجام دادیم، گرامش می‌داریم. بابا چیزی که اقتصاد این مملکت رو امروز به اینجا رسونده که من جرئت نمی‌کنم در خیابون لباس روحانیت بپوشم. دین به این جایگاه رسیده که مردم بسیاری از دین فاصله گرفتن. همین تسخیر سفارت بود، همین تبعاتش بود، همین تحریم بود، همون جنگ 8 ساله‌ای که به قول آقای صادق خرازی محصول تسخیر سفارت هست. یعنی عوامل مختلفی داره. یکی از مهمترین عواملش اینه. در حال این تبیین مجدد آرمان‌های انقلاب، یعنی این بحث‌هایی که به معارضه زیاد با آمریکا میانجام، اینا رو بذارید کنار. ما وظیفه نداریم ما اسرائیل از بین ببریم. آقا از بین بردن اسرائیل شده آرمان ما. کی گفته وظیفه تو اینه؟ فقه ما اینو نمیگه. اسرائیل متجاوز به فلسطین قبول. مگه تو نباید اولویت بندی کنی؟ نباید اهم و مهم بکنی؟ نباید توان و قدرت خودت رو، مردمت رو در نظر بگیری بعد سیاست گذاری کنی؟ مگه وظیفه من هست که هر جای دنیا یک اشغالی صورت گرفت من راه بیفتم برم اونجا؟ نه. اسرائیل اگر قرار مجازات بشه، همه کشورهای اسلامی باید با هم دیگه بیان رو محدودش کنن، یک نحوهی بالاخره این حمایت از مردم فلسطین انجام بشه. نه اینکه ما خودمون رو بندازیم وسط. نتیجهش میشدی که الان همه کشورهای عربی برای که ایران بهشون تجاوزی نکنه، برای که اذیتشون نکنه، رفتن با اسرائیل هم پیمان شدن. ما اون روزی که پهبادان آرامکو رو زدن، اون روز باید نگران می بودیم که عربستان، امارات اینها برن هم پیمان اسرائیل بشن. بله، وقتی که پهبادتو میزنه اونا میان پیمان دفاعی میبندن با اسرائیل، میگن اون میتونه با موشک‌هاش و اینا از ما حمایت کنه. اینا سیاست غلطی که ما داریم. من به شما میگم در اسلام ما
یک حکم شرعی هست که در جمهوری اسلامی اصلا بهش اعتنا نمیشه و این حکم بسیار حکمی هست که ده‌ها و صدها روایت داره و بسیار در فقه ما بهش تاکید شده و این حکم عقلایی است. یعنی تو همه دنیا این کار انجام میدن. فقه ما گفت این حرف خوبی هست. ما بعضی از احکام امضایی هست، بعضی تأسیسی. این که نماز رو اینطوری بخونی تأسیسیه، این که نه مثلا بحث مدارا رو داشته باشید با دیگران امضایی هست. احکام معاملات ما عموما امضایی است، یعنی چیزی که به تعامل بین افراد برمی‌گرده. آقا یه بحثی هست میگن تقیه. تقیه بعضی فکر می‌کنن مکر و حیله هست. نه، تقیه یعنی مدارا. امام موسی کاظم امام هفتم ما اول همه ائمه ما تقیه کردن. امام حسین هم می‌خواست، یزید بهش اجازه نداد. وقتی که اومد گفت بیعت بگیر، گفت به من اجازه بده بدون بیعت برم در سرزمین هایی که انتهای جامعه اسلامی است که کسی دیگه من توجه نداره زندگیمو بکنم. یمن برم اون ته. گفت که نباید بیعت کنه و اونم میدید که بیعت بکنه اسلام کلا منحرف میشه و از بین میره. بیعت نکرد. ولی میخوام بگم امام موسی کاظم زمانش هارون الرشید سر کار. هارون الرشید حاکمی است که مثل اوبامای فعلی، مثل همین بایدن فعلی. یعنی چه؟ یعنی بر نیم کره جهان حاکم. هارون الرشید یعنی اسلام بعد از اینکه این هجوم عربی و غارت عربی هست، اصلا جهاد نیست. اسم جهاد ایدئولوژیکی بهش دادن برای اینکه غارت بکنن کشور رو. فتح ایران به هیچ وجه مورد امضای ائمه ما نبوده. امام صادق علیه السلام در روایتی از به یکی از اصحابشون میگن چرا نمیره قزوین؟ چون اینا وقتی فتح کرده بودن تو قسمت دیلم و اینا مونده بودن. بالای کوه بود نمیذاشتن ایرانی. گفت که من اگه شما فرمانده باشید میرم. امام تحسینش کردن، گفتن در چنین زمانی تو زندگیت رو برس، به جهاد نرید. نهی میکردن. من این گوشه گفتم چون هی گفته میشه که نمیدونم اسلام اومد ایران فتح. نه، اینها غارت‌های عربی بود، اعراب غارتگر بودن. اومدن اینجا غارت میکردن، اسم اسلام گذاشتن روش که مردم شهادت طلب بشن برن بیفتن جلو. به هر حال هارون الرشید تو همینجا غارت‌های عربی که صورت گرفته دیگه خیلی فتوحات در زمان هارون الرشید گسترده شده. هارون یه روز در کاخش ایستاده بود، ابر اومد و رد شدن ابر. رو کرد به ابر گفت هر جا بباری در مملکت من میباری. همون جمله هست که ملکه ویکتوریا نسبت به خورشید میگه خورشید هر جا طلوع می‌کنی در سرزمین من طلوع می‌کنی، چون دو تا نیمکره هست، اون بر هند دارم اینجا. بله. هارون اینطور بود. امام موسی کاظم در ماه رمضان هارون دعوتش میکنه به کاخ خودش، میگه امروز روز عید فطر غذا بخوریم. بعد ازشون پرسید میگه امروز فطر هست یا نه؟ امام موسی کاظم جواب میده هذا امیرالمؤمنین، این تصمیم امیرالمؤمنینه. امام موسی کاظم هارون رو فرد خبیثی میدونه، فرد خونریزی میدونه کمایی که بود، ولی این تو بهش خطاب میکنه، نمیگه مرگ بر هارون. و وقتی هم که از کاخ میاد بیرون شیعیان پرسن روزه بخوریم، میگه نه نخورید امروز ما رمضانه. تقیه به معنی ترک مبارزه با ستم نیست. تقیه به معنی تاکتیک مبارزه با ستم. نباید با ستم جوری مبارزه کنی که لهت بکنه زیر پاش. نباید جوری ما مبارزه با آمریکا بکنیم که الان به این وضعیت بیفتیم که مردم پشتیبان نظام نباشن، بعد در عالم سیاست منزوی شده باشیم در دنیا، هر قطعنامه علیه ما بتونن صادر کنن، نمیدونم نفت در برابر قضا باشه، پول نفت و گاز من رو بریزن به حساب کسی که میخواد من دارو بده. اینا تحقیر منه. نباید این مبارزه پوچ و بدون چارچوب با آمریکا به اینجا میکشید که مردم خودشون رو مقایسه کنن با کشورهای همسایه، با امارات، با عربستان و بگن این آخوندا چه بلایی سر ما آوردن، ما به زحمت میتونیم حداقل معیشت رو فراهم کنیم یا نمیتونیم، اجاره خونه نمیتونیم بدیم، باید بریم چادر بذاریم. این وضعیت تو هم با تدبیر نیست. این که من یه جایی خوندم که در زمان رضا شاه و همون بحث کشف حجاب پدر شما در مقابل این موضوع تقیه کرده، درسته؟ زمان رضا خان چون گفتن سایر علما واکنش نشون دادن ولی پدر شما تقیه سکوت کرد. نه، دو تا برخورد داشت. جالبه. آره. ما نکنید رضا خان یک پادشاه خیلی مقتدری بود، زورگو بود و متاسفانه از فرهنگ هم کم اطلاع داشت. البته رضا خان به نظر من بیش از ما اهل مشورت بود. یعنی کارهاش، ثمراتش که ببینید
بیش از ما اهل مشورت. یعنی رضاخان قبول داشت خیلی جاها نمیفهمه، بعضی جاها دوگبازی در میبرد، ولی خیلی جا رو درست نمیفهمه. برای همین فروغی هست نخست وزیرش، یا مثلا داور هست به سرشون بتاشون میارزه و تصمیم گیری هاش مثلا دانشگاه رو انداخته، کارهای بزرگی هم انجام داده. بیش از ما به نظر من اهل مشورت بود. اما این کارش کار احمقانه بودی که با حجاب اومده به جایی که فرنگی برخورد کنه نظامی برخورد کرده. داستان پدر ما و پدر مادرمون هست. ما پدرمون روحانی بود، پدر مادرمون هم روحانی بود. دو تا برخورد مختلف با یک موضوع. یه هم هست که میگم نرم افزار و شخصیت افراد موجب دو عملکرد، دو روش میشه در مقابل موضوع واحد. پدر ما شیخ عبدالحسین حائری مجتهد شناخته شده شد. پدر مادر ما سید نورالدین حسینی الهاشمی مرجع تقلید بود در شیراز، یعنی عالم طراز اول بود، مرجع تقلید بود. اون سید نورالدین کار تشکیلاتی میکرد، حزب داشت. در زمان بعد از که تا زمان که رضاخان هست، اسد نورالدین خیلی برخوردی تنبیه‌آمیز باش میشه، تبعید میشه. ولی خب مثلا تو این بحث کشف حجاب تبعید میشه. حالا من این برخوردشون میگم، ولی بعدش اسد نورالدین خودش یه موضوع هست میشه راجعش صحبت کرد. اسد نورالدین جد مادری ما در زمان ابتدای محمد رضا پهلوی که سال 1320 میشه که فضا باز میشه، حزب تأسیس میکنه. مرجع تقلید حزب برادران رو در شیراز راندازی میکنه. به کار تشکیلاتی میکرد. چند تا روزنامه داشت ارگانش. سردار فاخر حکمت که میشد رئیس مجلس شورای ملی، کاندید اسد نورالدین در شیراز، یعنی حزب برادران رو معرفی میکرد. رأی میبرد، مثل لاریجانی که مثلا از قم میرفت میشد رئیس مجلس، اونم از شیراز میره سردار فاخر حکمت میشه رئیس مجلس. بگذاریم اسد نورالدین که جد مادری ما هست، این استاندار رضا شاه میاد و دعوت حضور در مجلس در استانداری بهش میده. نوشته به اتفاق خانواده بیاید. توی دعوتنامه نوشته اسد نورالدین مرجع تقلید دست زنشو بگیره بیاد تو استانداری. و این خیلی باید دست زنشو بگیره، باید حجاب نداشته باشه. این یک کشیده میزنه تو گوش به اصطلاح کسی که پیغام آورده و میگه من خودم فلان یک توهینی میکنه، نه فلان هستم نه فلان. مثلا بخری توهین میکنه که هر کس باید اینطوری این صفتو داره، بی غیرت. مثلا من بی غیرت نیستم. سر همین قضیه تبعید میشه، بازار شیراز بسته میشه. اتفاق اینطوری. این پدر مادرمون بود، سید هست. پدرمون شیخ عبدالحسین چیکار میکنه؟ ایشون از شهر خارج میشه و در این حال یک طبیبی داشتن، طبیبی میاد نسخه میکنه که ایشون مریضه. یعنی یکشون یه برخورد اینطوری میکنه با این موضوع، یکشون یه برخورد این چیزی میکنه. توی سالهای اخیر به خاطر اظهار نظرهایی که شما حالا تو موضوعات مختلف داشتین، که حالا موضوعات سیاسی چه موضوعات سیاسی، بسیار از رسانه‌ها که حالا رسانه اصولگر پررنگ‌تر توی این قضیه شما رو روشنفکر دینی میدونن، شما اینو قبول دارین؟ خب روشنفکر دین تو چه برداشتی ازش بشه؟ من خودم رو یک نفر میدونم که منتقد هستم به عملکرد حاکمیت. من تکمیل کنم اینو، تکمیلش کنم بهتره، چون برای همین رسانه اصولگرا از جمله روزنامه ایران در این رابطه شما و آقای مثلا مهدی نصیری رو نماینده بخش ارتجاعی در واقع روشنفکری دینی میدونن. یک بخش حالا اومده و بخش التقاطی در واقع روشنفکری دینی رو هم نمایندگی شده به آقای سروش، آقای مجتبی شبستری و کسان دیگر، و یه شاخه هم داده به آقای محسن کدیوی، شاخه جدا هم داده به ایشون که ایشون در واقع با اینکه شاگرد آقای منتظری هستن، ولی یعنی پیرو آقای منتظری، ولی از در واقع ولایت فقیه خاص خودشون دارن، یا همون ولایت چیزی در مورد آقای وکالت فقیه رو در واقع پیشنهاد میکنن. این در واقع چیز رو در واقع نظریه روزنامه ایران رو یا این یادداشت روزنامه ایران رو شما چجوری بررسی میکنید؟ ما گاهی وقت هر جوری شده بگیم حرف رهبری درسته.
و بعد هر کسی انتقاد کرده به این موضع ایشون رو یه برچسبی بهش بزنه. اینها همون فرهنگ فرمانه. ما یه فرهنگ قانون داریم، یه فرهنگ فرمان داریم. تو فرهنگ فرمان یعنی شاهنشاهی، شاه هر چه حرف میزنه این نباید خش برداره. چرا؟ چون این قراره با همین اقتدارش کارشو پیش ببره. این فرهنگ فرمان، فرهنگ شاه هست، شاهنشاهی است. یه فرهنگ قانون داریم که شاه هم خودش باید مطیع قانون باشه. قانون چی هست؟ برخواسته از عامه مردم باشه. هست. این چیز خواست مردم، خواست عمومی، دموکراسی، قدرت مردم. این صحبتایی که حالا دوستان اصولگرا میکنن و برچستنی میکنن، اینا برای همین هست که به اصطلاح این بولتنی که خارج شد، منتشر شد، هک شده بود. گفته بود که آقای مهدی نصیری رو باید یک کار کنیم که جایگاه اجتماعیش مخدوش بشه، حرفش پیشرفت نداشته باشه. برچسب ما میزنن. من یک احتجاجی میکنم وقتی با اصولگراها که میخوان هر جوری شده بالا پایین برن که حرف رهبری درسته و تو خطا میکنی. چون شما سابقه خانوادگیتون یه سابقه خیلی طولانی تو بحث دین و اینها بوده، خاطر همین این نقده به شما خیلی جدی تر شد. حالا نیا کنید من با اینا وقتی مهاجم میکنم یه حرفی میزنم که واقعا توش که اونا بمونن. مثلا رابطه با آمریکا رو من نقد میکنم. من ده‌ها و صدها شاید متن تو کانالم هست در رابطه با نقد تسخیر سفارت. خاطرات افراد آوردم اینا که آقای مهدوی کنی، آقای بهشتی، آقای بازرگان، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، همه اینا مخالف این بودن. و بعد که امام میگه آقا انقلاب دوم، همین کوتاه میان به خاطر که امامم این فرهنگ فرمان رو خیلی محکم اداره میکنه. در زمان امام یک نفر جرئت نمیکنه انتقاد کنه به امام. فرهنگ فرمانه، نباید خش برداره. یعنی ما همین فرهنگ دیرین شاهنشاهیمون رو همچنان داریم استمرار میدیم. حالا من به اینا یه احتجاج میکنم، میگم آقا فردا آقای خامنه‌ای گفت که آقا ما اشتباه کردیم، یا گفت ما از به بعد باید مثلا این کارو بکنیم. همین تویی که داری الان تئوریزه میکنی مبارزه با آمریکا رو، اون باشو تئوریزه میکنی، چون عقلتو تعطیل کردی دیگه. تو اصلا فکر نمیکنی، تو فقط دنبال توجیه کردن حرف آقا هستی. شما نگاه کنید در فرهنگ فرمان، برای که اون شخص هی نفوذش بیشتر بشه و در چالش با خواست مردم بتونه خواست مردم رو بزنه زمین، برای اونجا القاب درست میکنی، تفخیمش میکنی. مقام معظم رهبری. من اخیراً توی که نامه به رهبری نوشتم آقای خامنه‌ای، من گفتم تو اهانت کردی به آقای به رهبری. گفتم آقای خامنه‌ای، این که اهانت نیست. ولی چون فرهنگ فئودالی در جامعه ما هست، کسی که قدرتمنده تقاضای احترام مضاعف داره. مثلا براش چی نیست که تو اینقدر احترام بذاری که به بابا، نه، احترام مضاعف. یه ذره از اون کم بکنی که بهش توهین کرد. به هر حال میخوام بگم اینا برچسب زنیه. من منتقد عملکرد حاکمیت هستم و اگه اسم روشنفکر دینی به این معناست که اونجایی که حاکمیت به اسلام عمل نمیکنه میگم آقا تو داری اسلام وارونه میکنی، اسم روشنفکری دینی باشی، من روشنفکر دینی هستم. ولی من برداشتم از متن، برداشتم از منابع فقه همون روش سنتی جواهری آقای خمینی است. برداشت جدیدی نیست، همون روش اجتهادی رو بهش پایبندم. اما از اون روش اجتهادی من میگم عملکرد آقایون در نمیاد. این خشونت در خیابون در نمیاد. مگه امیرالمومنین نگفت که من بلدم شما رو با فضای ارهاب حاکم بشم و شما رو بسیج کنم برای مبارزه با معاویه، ولی اینطور خودم فاسد میشم؟ پس فقه سنتی ها میگه تو حق نداری خشونت بورزی با مردم، تو حق نداری اجبار حجاب بکنی، تو حق نداری از اجبار به حجاب برای تحقیر مردم استفاده کنی. الان بحث حجاب به نظر من این بحثی است که استفاده ابزاری میشه برای تحقیر مردم و اینکه مردم تو مسائل اقتصادی نتونن سر بلند کنن. یک چیزی رو انتخاب کردن که مثلا عموم مذهبی‌ها باش همراه باشن، چون اگه بگن آقا ما می‌خوایم با این مردم مبارزه کنیم بر سری که چون اینا مخالف وضع اقتصادی هستن، خب اون خود پاسداری هم که تو خیابون میگه منم مخالفم، بله، ولی میان این مسابقه مذهبیش میدن که هم بتونن بیشترین عدد و رقم رو افراد رو پشت داشته باشن برای خاموش کردن مردم. این تحقیر مردمه. خداوند در قرآن میفرماد فرعون روشش برای حکمرانی استخفاف بود و استخف قومه فاطاعوه و کانوا قوما فاسقین. خدا در قرآن میگه
میگه فرعون برای که فرمانش پیش بره استخفاف میکرد مردم رو، تحقیر میکرد مردم رو و مردم رو مجبور به اطاعت میکرد و این مردمی که از چنین فرعونی اطاعت میکردن فاسق بودن. یعنی اینا مردم حقیر شده و ترسی هستن، مردمی هستن که فطرتشون دیگه دست خورده، مردم عزتمندی نیستن، تعبیر میکنن به اینکه کان و قومن فاسق. آقا من سوال آخرم بپرسم الان خیلی دیگه وقتتون رو نگیریم، بچه‌ها بگم آقای عبدالله سوال آخرش از شما بپرسن. اینکه با توجه به همه موضوعاتی شما گفتین در مورد حجاب میخوام باهاتون صحبت کنم. راهکار این ماجرا چیه؟ پارسال ما خیلی تو برنامه‌ای که من داشتم جامعه شناس خیلی زیاد دعوت کردم، فعال سیاسی، و همه رسیده بودن به این موضوع که شاید این مشکل با گفتمان حل بشه. شما فکر می‌کنید که با گفتمان حل بشه؟ من اول به شما میگم راهکار فقه هم آیه است که حجاب اختیاریه. اول بین یا کنید وقتی شما میگه حجاب اختیاری میگن اینطوری نمیمونه، فردا با مینیجوب میان بیرون. من اینو بهتون بگم، ما یه بحث حجاب داریم، حجابی هم پوشیده بود. یه بحث بدن نمایی داریم، یه بی‌حجابی داریم، یه بدن نمایی داریم. خود مثلا حالا بگیم تبرج اصطلاح فقهیش. بین دو تا تفاوت هست. تو همه دنیا که حجاب اجباری نیست، یه میزانی از پوشش رو افراد باید داشته باشه در مجامع همه دنیا. یعنی این که انسان عفت عمومی رو لکه‌دار نکنه همه پذیرفتن، چون میخوان آرامش ذهنی حاکم باشه بر جامعه، چون نمیخوان تجاوز و به اصطلاح اعمال خشونتبار جنسی رواج پیدا بکنه. همه دنیا تبدیل به فرهنگ عمومی شده. اینجا هم میشه، اینجا همینطوره. من میخوام بگم که این دو تا تفاوت هست، هم در دین ما هم در عرف همه دنیا. حجاب اگر واجب هست که هست، این به این معنا نیست که تو میتونی مجبورش کنی. نه، حجاب واجبی است. مثل غیبت نکردن که حرامه که شما غیبت میکنید، مثل جیب مردم نزدن حرامه که شما جیب مردم رو میزنید با اسکناس چاپ کردن. اینا که دیگه نمیخوان حجاب مراعات کنن. در حجاب تو حق نداری تحمیل کنی، ولی در به هم نخوردن عفت عمومی حاکمیت باید ورود بکنه، تو همه دنیا ورود بکنه. حالا عرفا مختلفه، تبرج. برای همین به نظر من این که با حجاب چه برخوردی داشته باشیم، ما باید برخوردمون کاملا فرهنگی باشه. اگه میخواد حجاب رواج پیدا کنه تو این جامعه، برید از ترکیه یاد بگیرید. ترکیه یک حکومت پیشرو، یه حکومتی با رشد اقتصادی بالا، یه حکومتی که مردم میگن خوب داره اداره میکنه. اونجا هم تورم هستا، ولی این تورم مردم میفهمن ناشی از رشد اقتصادیه. تو هم با رشد اقتصادیه، اگه تورم بیاد حقوق هم اگه هر چقدر هست همونقدر دو برابر میشه. اگه 50% تورم داری 50% به حقوقت، نه که بخواد دولت حقوق بده ها، نه درآمدت میره بالا. شما ببینید ترکیه چیکار کرده. ترکیه یک حکومت سکولاره، یعنی اردوغان مسلمونه ولی اصلا این اسلام نمیاد وارد مویرگ‌های سیاست بشه. ترکیه رابطه با اسرائیل داره، ترکیه اصلا سکولاره کاملا، ولی شما اونجا ببینید حجاب هی داره رشد میکنه. چرا؟ چون این حکومتی که موفق هست زن رئیس جمهور با حجابه. چون این حکومتی که موفق هست در چشم مردم، اردوغان از اسلام حرف میزنه، میگه علی علیه السلام صحبت میکنه. این به اصطلاح نتیجه عملکرد خوب حکومت این است که مردم گرایش به منش حاکم پیدا میکنن. گرایش به منش حاکم. نتیجه عملکرد بد حکومت، مردم از منش حاکم، یعنی از اون چیزی که گفتمان این هست، از اون چیزی که عقبه این حکومت هست، نفرت پیدا میکنن. شما میخواید حجاب رواج پیدا بکنه، برید اقتصاد رو سامان بدید. یه کاری کنید مردم به عقبه فکری شما که دین هست علاقه‌مند بشن. ما یک دو سوال کوتاه داریم چون وقت شما هم میدونیم که یه در مورد دولت آقای رئیسی خیلی خلاصه‌ای بتونید در واقع بفرمایید. انتخابات مجلس با توجه رفتن به گذشته و عطف به انتخابات 98 بعد از 400 خبرهایی شنیده میشه که در واقع پیام‌هایی به نمایندگان ادوار مجلس داده میشه که بیایید زیر آسفالت دارنشون میدن، نگران رد صلاحیت نباشید. شما چگونه پیش بینی می‌کنید این داستان انتخابات را کلا؟ خب اول انتخابات ریاست جمهوری اخیر که رئیسی توش
اومد بالا، یک فاجعه بود. یعنی اصلا تبلور این بود که ما فرهنگ کاملا فرمانه. خواست مردم اهمیتی نداشت. افراد رو با نظارت شورای نگهبان، افراد ذی‌صلاح متعددی رو عدم احراز کردن که اصلا این دیگه توش رئیسی در می اومد. یعنی یک کاری کردن که رئیسی بشه و رئیس جمهور با نظارتی که انجام دادن. علی لاریجانی که آقا رئیس مجلس بوده 8 سال و از ابتدای انقلاب همیشه در طیف اصولگرا که حالا مد نظر رهبری هست جایگاهش بوده، این رو هم شما از دایره خودی‌ها گذاشتید بیرون. خب نتیجه این میشه که از پتانسیل انرژی جامعه اصلا دیگه نمیتونید استفاده کنید. یه زمانی در دهه 60 شما از پتانسیل و انرژی نهضت آزادی خودتون رو محروم کردید. نهضت آزادی چی میگفت؟ نهضت آزادی یک عده افراد تکنوکرات بودن، افراد کار کرده بودن که دولت موقت هم امام داد بهشون، ولی البته تو وصیت‌نامه‌اش با از اول مخالف بودن. ولی میخوام بگم حالا این رو شما بعداً اومد تو مجلس دوم کاندید شد، آقای محتشمی پور به امام نامه نوشت اینا صلاحیتشون تایید کنید. امام گفت اینا حق هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن. آقای غلطه. شما از پتانسیل این دیگراندیشا که مثل تو فکر نمی‌کنن چرا خودتو محروم می‌کنی؟ و اگه اون تو مجلس بود همین حرفا رو میزد که آقا جنگو ادامه ندید. اینا به خاطر این صحبت محرمانه که می‌کردن، به خاطر بحثی که بیانی میدادن آقا جنگو زودتر تمام کنید، محرومش می‌کردن. چرا؟ چون فرمان داشت شکسته می‌شد. آقا این فرمان که زحمت داره بهش خدشه وارد کنید. این فرهنگ فرمان باید شکسته بشه. ما اگه واقعا دموکراسی داریم، اگه واقعا مجلس داریم، یعنی فرهنگ قانون باید بیاد. فرهنگ قانون یعنی چه؟ یعنی نظارت‌ها کاملا قاعده‌مند باشه، سلیقه‌ای نباشه، مثل همه دنیا، مثل غرب. فرهنگ قانون یعنی آزادی بیان، نه که من وقتی انتقاد میکنم انا اداره اطلاعات بخواد اونجا بخواد امور مساجد من از مسجد محروم کنه. و من امام جماعت مسجد بودم 12 سال، من 17 سال قم درس خوندم، مجتهد شدم. همونطور گفتم در انتخابات خبرگان سال 94 پدرم با اینکه مواضع انتقادی منو میدونست با اصرار از من خواست که کاندید خبرگان بشم و بعدش هم خودش اومد در شیراز برای ستاده من صحبت کرد. بعد اونجا با اینکه من تو انتخابات توی آزمون شفاهی و کتبی اجتهاد قبول شدم و به قول آقای شب‌زنده‌دار ممتاز بودم توی کیفیت امتحان دادنم، اجتهادم تایید شد، اما به خاطر چند تا مقاله من رو از حضور در مجلس خبرگان محروم کردن. آیا مجلس خبرگان باید این وضعش باشه؟ آیا این مجلس خبرگان واقعا ناظر هست بر رهبری نظارت میکنه؟ نیستی تو. ما همچنان فرهنگ فرمانو داریم. اگه میخوام تبدیل بشه به فرهنگ به اصطلاح قانون، اگه میخوام دموکراسی واقعی داشته باشیم، باید خواست مردم در نظر گرفته بشه. خواست مردم یعنی وقتی که مردم رو شما با نظرسنجی میتونی بفهمی به اصطلاح حجاب اجباری رو قبول ندارن، دینم که هیچ حمایت نمیکنه از این رو، چرا میخوای زور کنی مردم رو؟ چرا مردم رو تحقیر میکنی؟ وقتی شما میبینی که به اصطلاح رفراندوم تو قانون اساسی هست، به مردم اجازه بده انتخاب کنن، به مردم اجازه بده از هر طیف سیاسی که میخوان شخص رو انتخاب کنن. این خودی و غیر خودی و حرکتی که ما علیه آمریکا کردیم تو تسخیر سفارت و همش رنگ و بوی مارکسیستی داره. یعنی ما به خاطر اون فضای انقلابی که داشتیم جو ذهنیمون مارکسیستی بود و همینطور استمرارش دادیم 42 سال. داریم یک نیروی داوطلب توی زمین شرق و برای روسیه بازی میکنیم، اون نگاهمون هم نمیکنه، ما داریم میدویم براش. خدمتتون عرض کنم که در مورد اون قضیه شکایت مؤسسه آثار امام، یعنی حفظ و نشر آثار امام خمینی، کوتاه اگه میتونید خدمتتون بشه. من یه 5-6 ماه پیشی در یه مجلس به صورت دیداری داشتم با یکی از دوستانمون تو شیراز. این آقا از مشاورا و منصوبین آقای خاتمی بود تو دهه 70. در بین گردی که داشت صحبت میکرد گفت آره آقای یزدی نه آقای دعایی ما با آقای خاتمی ما وزیر ارشاد بود، در یک گرده‌ای بودیم، این آقای دعایی وارد شد دهه 70 و این طور نقل کرد که آره مثلا رفتیم خدمت امام و به امام گفتیم که این چه مثلا شماهی دارید صحبت تحریک آمیز علیه صدام میکنید، این به اصطلاح عاقبت خوشی نداره و تهدید شدیم ما کار نکنید.
امام گفت جنگ نمیشه. آقای بهشتی صحبت کرد، بازرگان صحبت کرد، شورای انقلاب رفتن پیش امام، آقای دعایی هم حالا ناقل. این آقا گفت آقای دعایی و ایمان نقل. من گفتم آقای فلانی، کی میگم فلانی چون برنگاه اسممو نیاد. مگه شما این خاطرات ابراهیم یزدی است از بازرگان؟ گفت که خب حالا شاید ما هم نقل کرده. گفتم نه، مهمی است که تو دهه 90 دعایی اینو تکذیب کرده. گفت بیخود کرده. همینطوری با هم لحن من بیخود کرده، خودش برای من نقل کرد. گفتم این نشون میده آقای دعایی بعداً خواسته برای که به همون فرمان به اتوریته امام لطمه نخوره، این بس که آقا امام صحبت تحریک‌آمیز می‌کرده قبل از آغاز جنگ، این رو یه جوری که حال خاطره ابراهیم یزدی و بازرگان تاییدش میکنه این رو مخدوش کنه. گفت اسم منو نیار، خواستی خاطره رو بگو. آره دعایی من بودم اینو گفت. من تو کانالم گذاشتم گفتم آقا من بازرگان رو ثقه میدونم، عادل میدونم، ابراهیم یزدی رو ثقه میدونم، ولی همین خود خبر اونا کافیه. ولی نکته مهمی است که آی دعایی که میگه طور نشده، خودش تو دهه 70 ناقل این بوده، نشون میده بعدا رو مصلحت اینو نقد کرده. اینو گوشتم تو کانال. مؤسسه نشر آثار دو تا بی اخلاقی کرد. جماران سید جماران منتشر کرد. گفت که آقا شهاب الدین حائری گفته امام آغازگر جنگ بود. من که نگفتم آغازگر جنگ بود. من گفتم امام صحبت‌های تحریک‌آمیز کرد. و بعد چه استدلال کردم، گفتم الان طالبان داره این رفتار با ما میکنه، شما میگید افغان جماعت افغان قیام کنید، نه. میگه این وزیر کشور میگه یک صحبت درون خانواده‌ای بود، حالا زدن کشتن مرزبان ما رو. یعنی چه؟ یعنی صحبت تحریک‌آمیز فهمیدید نباید بکنید. من کلیشه روزنامه 29 فروردین 57 گذاشتم که تیتر اولی کیهان هست، ارتشی‌های عراق قیام کنند بر علیه مثلا صدام. تحریک‌آمیز. این مؤسسه نشر آثار امام گفت که ما از تو شکایت میکنیم به خاطر گفتی امام آغازگر جنگ بوده. این بی اخلاقی بود، من اینو نگفته بودم. من بعد از که اینو گفتن چند تا متن منتشر کردم، گفتم اولا اسد حسن خمینی، تو که این همه دموکراتی، تو الان موقعیت نوفلوشاتوت هست، مثل امام که تو نوفلوشاتو خیلی صحبت از دموکراسی میکرد، رأی مردم در جمهوری اسلامی و کمونیست‌ها میتونن حرف بزنن، همین که الان منم نمیتونم حرف بزنم. گفتم بعد اگه قدرت به دست تو رسید، تو الانه یک انتقاد، یک تاریخ گویی رو میای طوری هر تحریف میکنید، بعد چند طرفو میگید که از تو شکایت میکنید. اگه قدرت دستت بیفته چیکار میکنی؟ اول نسبت استادم گفتم و گفتم که این کارت غلط بود. شما اگه قدرت دستتون بیفته معلوم نیست چه جوری دهن ما رو میبندید، نمیذارید انتقاد کنید. هی میگید انتقاد خوبه و فلان و رکن چهارم دموکراسی، اینا نشون میده در خونتون نیست. نکته دومی که گفتم آقا جون من اثبات میکنم که بابا عمل کرده بعد ما مؤثر بوده، تمام تاثیر نداشت، ما مؤثر بوده، ما میتونستیم کاری کنیم جنگ اتفاق نیفته. و بعدش بحث تسخیر سفارت رو ضمیمه کردم، سخنرانی تحریک‌آمیز امام بود، مسائل مختلفی دست به دست هم داده که صدامی که زمان شاه حمله نمیکرد ولو میخواست حمله کنه، زمان بعد انقلاب مهیدید حمله کرد. شرایط رو مهیدید. به هر حال اینا گفتن شکایت بکنیم، نمیدونم هنوز که ما جایی نخواستن. و آخرین در واقع پرسش شایعی ذره خصوصی‌تر و شخصی‌تره. در مورد خانواده حائری بزرگ، آیت الله محمد صادق حائری یا محمدالدین حائری. شما فرمودید دو تا خواهر دارید. یه خواهر. چون یه بحثی پیش اومده بود در اون مدرسه که کسی که مدرسه در واقع متجاوزی که اصلا هیچ نسبت فامیل با ما نداشت. یعنی اصلا کلمه حائری یه فامیلی هست که مربوط به یک منطقه از کربلا است، حائر حسینی. حائری طبسی داریم، حائری فومنی داریم، حائری تو همین ایران پخشه و اینا با هم هیچ نسبت فامیل ندارن. جداشون توی محله تو کربلا بمونه، توی تاریخ رسانه بمونه. من می‌پرسم شما اصلا حسینی ما شیخیم. حسینی چند تا خواهر برادر؟ ما محمد علی حائری برادر شما؟ آره ما 6 تا برادر هستیم، یک خواهر. بله. همه در کسوت روحانیت هم برادر؟ نه، 2 تامون روحانی شدیم. بله. ما بقیه همه شغل معمول دارن. یعنی برادر بزرگ من در یک مدرسه‌ای در شیراز کار کتابخونه و اینا رو انجام میده. خودم که روحانی هستم، برادر بعدیم شغل آزاد داره، 4می روحانی هست، 5می هم تکنسین برق هست،
شیشمی هم محمد علی حائری، شیشمی خواهرمون هست که اونم به اصطلاح توی وزارت علوم همکاری پژوهشی اینا مشغول به کار هست. هفتمی محمد علی هست که اونم دوباره کارمند دولت هست و یک کانال هم ایشون داره. هیچ کدوم از این خانواده ظاهر آمریکا و کانادا نشدن؟ نه اصلا یه نکته من براتون بگم حالا که داره صحبت تمام میشه. پدر ما در زهد فردی بی‌نظیر بود. به نظر من افراط هم یه مقدار میکرد. یعنی خودش این جمله رو ما میگم من به شما ارث نمیگذارم. چیزی هم نداشت ولی اصلا در زهد فردی بی‌نظیر بود. پدر ما چون یه ذهنیت فرهنگی داشت میگفت که اشخاص رو اگه ما میگیم مثلا تو اوقات فراغتتون کار مثلا منکرات انجام ندید باید یک زمینه کار حلال براشون فراهم کنید. یه طرحی داشت به عنوان فلاحت در فراغت، یعنی شهرنشینا باغچه داشته باشن برن تو باغ و خیلی مؤثرات تو روحیه انسان. این طرح رو دادن به مجمع، به رهبری نامه نوشتن، مجمع تشخیص مصلحت ایشون ارجاع داد، یک طرح پایلوتی تو شیراز اجرا شد. 20,000 قطعه باغ به مردم شیراز واگذار کردن. یک قطعه خودشون بر نداشتن و فرزندانشون هم ندادن. گفتن در موضع اتهام واقع میشه. در حالی که این واگذاری الان با اطراف شیراز همه باغ شهره و این حاج آقا وارد شدن، دیگران هم وارد شدن انجام دادن. شیراز یکی از علتایی که شاید الان من یاد ندارم که شیراز به خاطر آلودگی هوا تعطیل شده باشه مدارس. اطرافش سبزه، کمربند سبز عظیمی داره. ولی به هر حال میگم ایشون آدم زاهدی بود و بچه‌هاش هیچ کدوم امتیاز خاصی نداشتن از مردم. خودشون هم وقتی استعفا دادن اومدن تو هم خونه 90 متری که در این محله زیر متوسطی، من وقتی طالب بودم 17 سال قم درس می‌خوندم اونجا ساکن بودم دیگه. من اینجا استعفا دادن رفتم تهران امام جماعت شدم. ایشون اومد دوباره تو هم خونه که 70 متر زیربنا داشت، مثلا 90 متر کل خونه بود، ساکن شدن. از بیت رهبری هم آقای مروی اومد گفت در شأن شما نیست اینجا زندگی کنید. گفتم من همینجا هستم. خیلی زاهد بود. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. تشکر. شما برنکنه. مرسی. در خدمتتون بودیم، با حوصله به سوالات ما پاسخ دادید. تشکر میکنم از شما که حوصله به خرج دادید و برنامه ما رو تا آخر دیدید. من و همکارم خانم نسرین نیکنام در خدمت جناب آقای شهاب الدین حائری شیرازی بودیم و در مورد مسائل روز، مسائل فقهی و سیاست داخلی صحبت کردیم. انشالله که از این برنامه لذت برده باشید.